وقتی اولین فصل از مجموعه فرمانده شروع شد، هنوز هیچ کس نمیدونست که این مسابقه قرار چه جور رقابتی باشه. مستند مسابقه فرمانده ترکیبی بود از موقعیت‌های واقعی و اتفاقهای طراحی شده که لازمه موفقیت در آنها توانایی‌های ذهنی و قدرت بدنی بود. یه مسابقه جدید که قبل از اون کسی نظیرشون ندیده بود. شاید به خاطر همینم بود که این برنامه خیلی زود طرفدارای خاص خودش رو پیدا کرد. فصل دوم اما یه فرق بزرگ با فصل اول داشت. این بار شرکت کننده ها این شانس رو داشتن تا اولین دسته از آدم های غیر نظامی باشن که وارد یه جزیره کاملا نظامی میشن. یه جزیره ایرانی با موقعیتی استراتژیک در کنار آبهای بین المللی، جایی که همیشه فقط جای بهترین ها بوده. رقابت دیگه سخت‌تر و پیچیده تر شده بود. اونا در کوتاه‌ترین زمان ممکن آموزش‌هایی دیدن که ازشون آدمای تازه‌ای ساخت. آدمایی که با تموم شدن مسابقه هم دلشون نمیخواست از جزیره برگردن و بعضیاشون برای همیشه اونجا موندگار شدن. حالا فرمانده طرفدارای خاص خودش رو پیدا کرده بود. آدمایی که مشتاق بودن فرمانده و دستیاراشو از نزدیک ببینن و با جوانای دیگه‌ای مثل خودشون آشنا بشن. فرمانده سردار محمد ناظری اینجاست تا به کمک نیروهاش امنیت آبهای خلیج فارس رو حفظ کنه. اون تفنگدارای دریاییشو در این جزیره چنان حرفه‌ای آموزش داده که وقتی یه گروه کم تعداد از اونا روی عرشه یک کشتی باری ایرانی مستقر میشن، دیگه هیچ دزد دریایی حتی جرأت نزدیک شدن به کشتی‌های ما رو پیدا نمی‌کنه. با راه افتادن باشگاه هواداران فرمانده در یکی از شب‌های برنامه فصل شیدایی این فرصت پیدا شد تا همه این آدم‌ها برای اولین بار دور هم جمع بشن. من بدلکار هستم و بدلکار سینما هستم. مربی دفاع شخصی، فارغ التحصیل مهندسی شهرسازی هستم. وقتی ثبت نام برای فصل سوم مسابقه شروع شد، استقبال اونقدر زیاد بود که تعداد ثبت نام کننده ها خیلی زود از مرز 20,000 نفر گذشت. پیدا کردن 10 نفر از بین این همه آدم اصلاً کار ساده‌ای نبود. اولین مرحله برای انتخاب جدا کردن اونهایی بود که روی کاغذ بهتر از بقیه به نظر می اومدن. هر داوطلب با همون اطلاعات و فیلم ها و عکسایی که از خودش فرستاده بود تحلیل می شد. با همه سختگیری ها بالاخره تقریباً 1000 نفر برای آزمون عملی دعوت شدند. قرار بر این شد که چندین گروه در چند روز آزمون بدن. تا اینجا از هر 20 نفر 1 نفر انتخاب شده. اما هنوز تا انتخاب 10 نفر اصلی راه زیادی مونده، چون تو همین قسمت اول که الان دارید میبینید اکثریت قریب به اتفاق این آدما با همه آرزوهای دور و درازشون از ادامه مسابقه جا میمونن. اینجا میدان گیل رشته، جایی که قرار داوطلبا برای اولین بار اونجا همدیگر رو ببینن. چهرهایی که میبینید جوانایی هستن که از شهرهای مختلف ایران با تحصیلات و شغلهای متفاوتی به اینجا اومدن و اصلی ترین خصوصیت مشترکشون علاقه به ماجراجویی و تجربه کردن موقعیت‌های هیجان انگیزه. کم کم یخا داره آب میشه و بساط عکس سلفی هم راه میفته. کسی چه میدونه؟ شاید قهرمان این دورم توی یکی از همین عکساست. کسی که همه دوست دارن باهاش توی یه قاب بشن. هیچ بعید نیست اون قهرمان خود صاحب موبایل، یعنی همین آقا آرمان با بازوهای ستبرش باشه. 25 سالمه، از استان همدان اومدم. آرمان داره فیلمی رو که از خودش برای سایت فرمانده فرستاده به بقیه نشون میده. اینم یه جور قدرت نماییه دیگه. انگار حسابی هم مؤثر افتاده. دیگه کم کم بحث این که کی انتخاب میشه و کی قهرمانه داره گرم میشه.
همشون خوبه ماشاءالله. جوون ما دیگه پیر شدیم. ما دیگه بریم. حدس اول برای قهرمانی صالح آتش نشانیه که موهاش سفید شده اما سن و سال زیادی نداره. دیدن این همه جوان با هیکلای آماده و کوله پشتی‌های سنگین اونم وسط میدون شهر برای مردم عجیبه. همه متوجه شدن که یه خبراییه، اما چه خبرایی؟ هیچکی نمیدونه. خب دیگه وقتشه بریم ببینیم هر کسی از کجا اومده و اصلا چرا میخواد اینجا باشه. از تهران اومدم. شهر خرم آباد. آذربایجان غربی شهر ارومیه. از کرج اومدم در خدمتتون هستم. از شهرستان شاهرود. اومدم اون ست لباسا رو بگیرم. از محمود آباد مازندران. بندر عباس. زاهدان. امروز تولدم 30 سالم. 33 سال. پیرمردترینم هم تو همه اینا. از کیش اومدم؟ مشاور املاکی. جودوکارم. باطی فروش هستم. من خبرنگارم. MDF کار. من قاسم نیمی هستم. بچه آبادان. کارم خرباسیه. 28 سالمه. آتش نشانم. بهیارم. حس کردم بعد خودمو محک بزنم همچین جایی. میدونستم قطعا هم مقام اولی پیش میام. اول نشم دوم رو شاخشه میشم. این توحید به نظر آدم عجیبی میاد. تا حالا هیچکی اینطوری محکم ادعای اول دومی نکرد. با رسیدن آخرین نفرات مینیبوس‌های فرمانده هم از راه میرسه تا اونا رو به آموزشگاه نظامی ببره، جایی که بقیه رقباشون منتظرشونن. اونایی هم که با ماشینای شخصیشون اومدن باید تا رسیدن مینیبوس منتظر بمونن. من امید، داداشم حمید. اینجا فهمیدیم بچه مردیم. اگه میدونستیم شاید با هم دیگه اصلا میومدیم. فقط رفیقمون رو شرکت کرده ما به خاطر ایشون اومدیم. خیلی مردی. حواستون به این رفقای اردبیلی باشه. ظاهرا که چیزی از یه قهرمان کم ندارن. ایشون خب تنبلی تکواندو بوده، بعد شراش هم خوبه. حالا انشالله خدا حج بخواد. من رفتم لنگه با کشتی چارک، از چارک اومدم با ماشین لنگه، از لنگه اومدم بندر عباس، از بندر عباس اومدم تهران با قطار، یا از اونجا با سواری اومدم اینجا. 2000 کیلومتر شد. خب اینم از مینیبوس ها. با رسیدن مینیبوس ها همه به خط میشن تا وارد آموزشگاه نظامی بشن. وظیفه این اردوگاه تربیت تفنگدارای دریاییه و قراره برای همه این آدم‌ها یه محک جدی باشه. با اینکه یکی از شرایط اصلی حضور تو مسابقه فرمانده غیر نظامی بودنه، اما بعد از وارد شدن به این آموزشگاه دیگه فضا عوض میشه و همه این جوونا باید مثل یه سرباز مطیع دستورات مافوق باشن. یه شروع سخت و دردناک همین جدایی از گوشی ها. با اینکه اکثریت داوطلبا خودشونو به موقع رسوندن، اما بازم بودن کسایی که یا دیر رسیدن یا کلاً یادشون رفته بود ثبت نام کنن و پشت در مونده. 3 تا از اون ثبت نام نکردن، حالا میخوام این بنده خدا ثبت نام کنیم. 2 تا اون ثبت نام کرده، میخوام یکی هم ثبت نام کنیم. ما جفت بودیم هر جا رفتیم، ولی این سری اتفاقی هایکوری کرد، ثبت نام کرد، خبر نداشت. شنام خوبه، تیراندازی من خوبه، دوست دارم شرکت کنم، خودمو محک بزنم. داخل اردوگاه هم ما حال هوای خودشو داره. اونایی که از فکر و خیال فردا خوابشون نبرده دور هم جمع شدن تا بلکه با گفتن و خندیدن یادشون بره که تا چند ساعت دیگه قرار سرنوشتشون تعیین بشه. من اومدم کلا واسه قهرمانی این 3 تا دوست از اون که از اردبیل اومده بودن، کلا دیدم گفتم یه سلامی بکنم برم. مثل اینکه امین با این بدن آمادهش خیلی رو نگران کرده. خیلی بابا چقدرم بازش اندازه دور کمر منو میبره. اون نیست. این آیتمایی که مسابقه داره اصلا به چغری نیست. البته همه یه جور این شب آخر رو نگذروندن و هر کسی
یه طوری داشت سعی میکرد از این فرصت پیش آمده استفاده کنه. گفتیم حالا تا این مسابقه هست و این فضا هست و تایمش هم هست بیایم هم زیر آسمون بخوابیم، این ستاره ها رو ببینیم، یه هوایی بخوریم. برخلاف بقیه بعضیان بودن که حاضر نشدن این ساعتهای آخر رو به خوابیدن و استراحت کردن بگذرونن و تا آخرین لحظه داشتن خودشون رو برای اتفاقات فردا آماده میکردن. دارن گرم میکنن، میگن خیلی سخته. الان شب قبل مسابقه که فایده نداره این کار. میدونن این مغزم یه ذره خالی شه. به هر حال فردا با طلوع خورشید آزمون عملی شروع میشه و امشب آخرین فرصت برای آمادگی قبل از مسابقه است. آقا این نورتون یه ذره اذیت میکنه، دارم تمرکز میکنم. چیکار داری میکنی؟ دارم یه ذره آرامش میگیرم واسه فردا، واسه مسابقه که آماده باشم. آقا همه تمرین میکنن، تو چرا؟ دیگه یه ذره متفاوتم من. یا بقیه بچه‌ها یا دارن تمرین میکنن یا خوابیدن. چیکار داری میکنی؟ شنا. ببین فردا انتخاب میشی؟ بله. چرا؟ قویم. 22 ساله. من شغلم تو کار برگزاری حمایت، سمینار، کنسرت. چند سالی هم هسته که صدا بردارم. شاید دور بازوی خیلی اینجا از دور کمر حسن بیشتر باشه، اما این آدم اعتماد به نفس عجیبی داره که شاید باعث انتخاب شدنش بشه. بیشتر خواستم خودم رو تو این مسابقاتی که دیدم محک بزنم ببینم آماده است بدنم یا نه. من از 5 سالگی ورزش میکردم. اگه فردا حذف بشی چی میشه؟ میریم خونه‌مون. میتونم جز 10 نفر بشم. و اگه فردا شما انتخاب نشی هیچ مشکلی نداری؟ نه برمیگردم به زندگی عادی. تک تک این جاهای خالی که هر کدومشون جای یک برگزیده است قراره تا آخر این قسمت پر بشه و این عکس 30 نفره رو تکمیل کنه. طلوع خورشید خبر از تموم شدن یه شب به یاد موندنی میده. با برگزاری مراسم صبحگاه مسابقه دیگه رسما شروع میشه. حالا داوطلبا برای برگزاری آزمون‌های مختلف توی زمین‌های مختلف به گروه‌های کوچکتر تقسیم میشن. هنوز هیچ کس چیزی از اتفاقاتی که قرار امروز بیفته نمیدونه، اما چیزی که شاید همه ازش مطمئنن اینه که امروز قرار سخت‌ترین روز عمرشون باشه، چون این اردوگاه طوری ساخته شده که هر جور توانایی رو میشه توش به چالش کشید. از شنا و قایقرانی تا تیراندازی و دوی استقامت. اینجا جاییه که قدرت بدنی، سرعت عمل و اعتماد به نفس اونا در عمل امتحان میشه. بعضی از همین حالا دارن تمام تلاششون رو میکنن تا هر طوری هست به چشم بیان و انتخاب میشن. مثلا آقا آرمان هیچ فرصتی رو برای دیده شدن از دست نمیده. نمونهش همین صخره‌ها که هم میشه روشون راه رفت، هم میشه از روشون اینطوری پرید. برای دستیار فرمانده فرقی نمیکنه که خیلیاشون هنوز درست حسابی از خواب بیدار نشدن، چون اون میدونه که تا چند دقیقه دیگه با اعلام اولین حذفی ها هوش و حواس همشون سر جاش. اینجا جاییه که قرار اولین آیتم انتخابی برگزار بشه. شرکت کننده ها باید فاصله 200 متری فضای بین دریا تا این تپه ماسه‌ای رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن برن و برگردن.
بیا بالا ماشاءالله ماشاءالله. سری ماشاءالله. اونه که اومدن بالا فقط برگردن. تو همش تو فکر دویده بود، فقط باید بده برا برگردم. زیرا فقط واسه 2 بود. به هیچی فقط می‌خواست بده برگردم. کافیه یه لحظه تمرکزشون از دست بدن تا زمین بخورن و از بقیه عقب بیفتن. جا مونده ها شانس‌های اصلی برای حذف شدن. صالح و امین از همین اولین آزمون خودشون از بقیه جدا کرد. سباکی حسنم رو این تپه موسیقی خیلی به دردش خورد. فکر نمی‌کردم اول آیتم قد فشار داشته باشه. مثل اینکه فیلم‌های آرمان تو گوشیش لاف نبوده و اون واقعا بدن آماده‌ای داره. آقا شما حذفه. آخرین نفر اومده. این هم از اولین حذفی آزمون عملی فرمانده. هرچی داشتیم رو کردیم دیگه. انشالله موفق از همین لب ساحل برو، از سنگا برو بالا. آقا شما آخرین نفر بودید. سومین نفر بودم، 3 تا مونده آخر. دیگه ما 4 تا آخر داریم میزنیم. صبح خوردم الان آخرین نفر نمیشه. اگه میموندی چیکار می‌کردی؟ من میموندم مطمئن باش مرحله شنا، مرحله پرش از ارتفاع اینا حداقل اول نمیشدم دوم میشم. سرعتی زیاد نمیشه. اونایی که بیشتر از سرعت روی قدرتشون کار کردن تو این آیتم حسابی عقب میفت. برای چی؟ آره شکر میدی. نه بابا. چرا؟ آخرین نفر بودی دیگه. نه من اومدم 4 نفر پشت سرم بودم. بزن ویدیو چک کنه. اصلا من زمین نخوردم. ویدیو چک نمیگیری؟ انگار یکی از این دوتا برادر خیلی بهش فشار اومده و حال خوشی نداره. از اون برادرایی هستن که هیچ شباهتی به هم ندارن. تو دیگه چرا؟ تو که ادعای قهرمانی داشتی. همین. اشکال نداره. قسمت تو شاید ما این بوده. آخر بودی قبول داری که؟ قبول دارم بله. اشکال نداره. حذف شد دیگه. واقعا سخته بعد از اومدن این همه راه، اونم با کلی امید و آرزو، آدم توی اولین مرحله حذف بشه. مرحله بعدی شاید امکانش هست. فکرش نمی‌کردم که اینجوری خط باشم حذف. خوبی توی جان؟ نه واسه چی خوب باشه؟ همین اینجوری الکی حذف شدم. آیتم بعدی هم می‌خوای شرکت کنی؟ ها؟ آره چرا نخواسته باشم؟ خب پس آماده کن خودت واسه آیتم بعدی. دستیارای فرمانده به همه ی حذفی‌های این مرحله یه شانس دوباره دادن. این روز اولش بود. بعدش می‌بینی. باید صبر کرد و دید کم آوردن اون تو این مرحله یه اتفاق بوده یا اینکه واقعا در مورد توانایی‌هاش داره اغراق میکنه. آقا این رفیق اون صفرا داره بذار. خیلی‌ها تو همین مرحله اول بریدن و بدون اینکه نیازی به حذفشون باشه خودشون انصراف دادن. به نظر من که کار عاقلانه‌ای کردن، چون روز تازه شروع شده و مراحل سخت‌تر هنوز تو راهه. این میدون موانع و اولین بار نیروی دریایی انگلستان به ایران آورد. محک زدن سریع یه نیروی زبده نظامی خصیصه اصلی این میدون موانع. اعتماد به نفس، سرعت عمل، قدرت بدنی و تمرکز همون ویژگی هایی است که اینجا سنجیده میشه. تو این میدون اون چیزی که مهمه عبور درست از تک تک موانع و رکورد سرعتیه که از هر فرد ثبت میشه. عبور از هر کدوم از این موانع خطرات خاص خودشو داره و کوچکترین اشتباهی میتونه باعث مصدومیت‌های جدی بشه. شاید تو نگاه اول این چاله آتش اونقدرها بزرگ یا این دیوار اصلا بلند نباشه، اما کافیه هر کدوم از بچه‌ها برای یک لحظه تمرکزش از دست بده تا ببینید همین موانع چقدر میتونه خطرناک باشه. مراقب باش. رمز موفقیت تو این میدون موانع رسیدن به یک تعادل درست بین سرعت و دقته. ماشاءالله ماشاءالله. بودو زانو نخوره به دیوار. آفرین آفرین. سر نخوری اینجا. عالیه. 30
سینت رو زمین باشه تو سیم خاردار. خدا ماشاءالله. مراقب باش نسوزی. بدو. بجام عبدالله عقب افتادی. ماشاءالله کمال آبادی. بجام عبدالله خیلی ضعیفی عبدالله. بجام. اینجوری بخوای پیش بری حذف میشی. بجام عقب افتادی. ماشاءالله کمال آبادی. بجام عبدالله بجام. ماشاءالله. امین همون پسر اردبیلی با بدن آماده‌ای که داره برای رسیدن به جزیره باید بتونه از این موانع هم بگذره. قشنگ پر درست انجام بده. امین یه لحظه تمرکزش از دست داد و زانوشو کوبید به دیوار. وضعیت پاش خوب نیست. باید به بیمارستان منتقل بشه. بعیده دیگه بتونه با این وضعیت ادامه بده. از چهره بچه‌ها مشخصه که همه نگران حال امینه. واقعا حیف شد. اون همون کسی بود که دیشب تو هر جمعی داشتن ازش حرف می‌زدن. اصلا صداشو که شنیدن همه بچه‌ها گوشاشونو گرفتن. اینجا چیز می‌خندیدیم، همه شوخی، همه کاش زودتر خوب بشه تا لااقل بتونه سال بعد تو مسابقه شرکت کنه. باورشون نمیشه. اول فکر کردم در رفت. بعد دیدم نه، استخونه همشون جدا شدن است. دانیال هم بچه تهران و اعتماد به نفس خوبی داره. اونم یکی از شانس‌های اصلی برای اومدن به فاروره. از اونجایی که شغل صالح آتش نشانیه، پریدن از یه چاله آتیش این شکلی براش کار سختی نیست. تمرینات مداومی که آتش نشانها برای کار خودشون دارن باعث شده تا اون بدن آماده‌ای داشته باشه. عقب افتادی. بدو تایم بزن بالا. بجام ماشاءالله. بعد از اتفاقی که برای امین افتاد، همه چشمشون ترسیده و احتیاط بیشتری میکنن. همین ترس هم هست که عبور از این میله ها رو سخت تر میکنه. برای رد شدن از این تخته های متحرک باید قبلش به قدر کافی سرعت بگیرن تا گام های کمتری رو روی تخته بردارن، وگرنه اینطوری زمین میخورن. بیا کنار. برو ماشاءالله. از آیتم اول خیلی بهتر بودم. 10 تا دیگه هم مثل این باشه میرم. به نظرم تصوری که توحید از خودش داره با واقعیت خیلی فاصله داره. اومدم پشتک بزنم که بیام یو لیز خورد پاماره. به هر حال هدف از این آزمون همینه که فاصله خیال تا واقعیت معلوم بشه و هر کسی متوجه بشه چقدر با اون تصویری که از خودش ساخته متفاوته. اونهایی که عضلات بالای بدنشون یعنی سرسینه، دستها قویه و میتونن بارفیکس خوب برن. دستها در حالت عادی تحمل وزن بدن رو نداره. فقط با تمرین زیاده که میشه از پس یه همچین کاری بر اومد. برای همین هم است که این مرحله مطمئناً بیشترین تعداد حذفی ها رو داره. با شیبی که این میله ها دارن کار هرچی جلوتر میره سخت‌تر میشه. اما اگه بتونن به 1/3 پایانی برسن دیگه بعیده تو آب بیفتن، چون دیگه سربالایی تموم میشه و باقیش سرازیریه. سبک ها دارن همینطور سبکبال میگذرن و سنگین وزن‌ها یکی یکی میفتن تو آب.
حسین با اینکه دستاش توان کافی رو نداره اما پشتکار عجیبی داره، مثل اینکه روحش حاضر نیست تسلیم بدن ضعیفش بشه. میدونید من دستم نسبت به پایین بدنم یکم ضعیفتره. اونجا من هی زدم دیگه میخواستم خودم بندازم، دیدم یه پله دارم تا ضد شیب که بیام پایین. دیگه هر چی زور زدم نشد، آخری سر زور آخری گرفت و افتادیم تو شیب اومدیم پایین. بین این همه بدن چغر و عضلانی اون با اراده عجیبش حسابی شاخص شده. اسمت چیه؟ من برای هدفی اومدم اینجا دارم میجنگم. یا میشه یا نمیشه دیگه. ولی نشه میرم تلاش میکنم سال بعد. ولی اگه بشه چی میشه؟ اگه کسی با وجود اضافه وزن تونسته باشه خودشو تا اینجا برسونه، اینجا دیگه مطمئناً پشت خط باقی میمونه و حذف میشه. نمونهش همین آقا. آیدین هست. چرا؟ افتادی تو آب. ردیفه. دانیال خیلی خوب و مسلط از این مانع هم رد شد. تو حالا باقی آیتما رو هم به همین خوبی میدی؟ سعی خودم رو میکنم، زیاد تعریف از خودم نمیکنم. من هر کدومشو میگم دوست دارم خودم رو تست بکنم، زیاد برام مسابقه ملاک نیست. مرحله بعد تیراندازی با کلت و کلاش به این کوزه های آویزونه. امتیاز این مرحله تأثیر زیادی روی انتخاب اونا داره. این همون فرصتی بود که دانیال برای نشون دادن دقتش توی تیراندازی بهش نیاز داشت. اون با 3 تیر 3 کوزه رو شکست و بهترین تیرانداز دوره شد. شنای 200 متر اونم تو آب دریا اصلاً کار ساده ای نیست. به غیر از مسافت طولانی، شنا کردن با این لباسهای سنگین هم کارو خیلی سخت میکنه. باید صبر کرد و دید توحید اینجا چی کار میکنه. ای وای، انگار داره غرق میشه. مثل این که موهاش نمیذاره حلقه رو ببینه. خب خدا رو شکر غریق نجات به دادش رسید. به خیر گذشت. هرچند توحید دیگه رسما حذف شد. تونستم، حتی همون اولم که دیدی شیرجم اول خوب بود. پام داخل آب رفتم نمیدونم یه چیزی کند انگشت پامو. اینجا تو آب اصلا یه چیزی پامو کند. نمیدونم نه کوسه که نه یه چیزی کند پامو. انقدر پام جر خورد دیگه. حالا ببینیم احمد چی کار میکنه. ای بابا، چرا بالا نیومد؟ غرق نشده باشه؟ یعنی کجا رفته این همه مدت؟ عجب، بالاخره اومد بالا. اما چرا رفت تو اون یکی خط؟ خیلی خوبه، برو. سعیم کردم 2 دقیقه بعید میدونستم. خیلی راحت من 400-500 شنا میکنم. نمیدونم، شاید واقعا خستم.
البته رکورددار این آیتم یه نفر دیگه است. آرمان تونست این مسافت رو در 1 دقیقه و 20 ثانیه شنا کنه که برای شنا با لباس، اونم تو آبهای آزاد، واقعا رکورد خوبیه. آقا انتخاب شد. اون اولین نفری بود که انتخاب شد. دستیار فرمانده همینجا چند نفری رو شایسته اون دونست که برای مرحله بعد انتخاب بشه. همه اونا وقتی داشتن مشخصاتشون رو توی سایت فرمانده پر می‌کردن گفته بودن که شناگرن. اما اینطور که معلومه شناگر بودن هم اینجا یه مفهوم نسبیه ها. شنا توی این آب اونقدر سخته که اگه غریق نجات نبود حتما چند تا تلفات میده. چطوره؟ خیلی سختی. جای محمد. چی بگم دیگه؟ محمد. باید خدافظی کنیم دیگه. ببینیم آقای آتش نشان تو آب چی کار میکنه. خب صالح با این سرعتش تو شنا نشون داد که یه همه فن حریف واقعی. مثل اینکه جمع بهترین ها داره کم کم جور میشه. این از صالح، این از حسن، اینم از دانیال. هرچی جلوتر میریم این عکس دست جمعی هم کاملتر میشه. طوری برنامه ریزی شده که 1000 نفر دعوت شده برای آزمون در قالب گروه‌های 100 نفره و در روزهای مختلف درست وقتی وارد آموزشگاه بشن که گروه قبلی آزمونشو تمام کرده و داره اردوگاهو ترک میکنه. دویدن توی دریا نیاز به قدرت، سرعت و تمرکز بالایی داره و کوچکترین اشتباهی باعث افتادن توی آب یا پیچ خوردن مچ پاها میشه. حرکت توی ماسه فشار زیادی رو در زمان کوتاهی به بدنشون وارد میکنه و فقط اونایی میتونن این فشار رو تحمل کنن که عادت به ورزش مداوم دارن. اندازه یه 2 استقامتی 4 کیلومتری به اون فشار اومد. یکی از تمرینات تفنگدارا تو فصل سرما عبور از این حفره‌ها و بیرون اومدن از این حوضچه آب سرده. ماشاءالله برو خیر. آفرین. سهرابو ببینید که چطوری داره از گروه قبلی جلو میزنه و اونا رو رد میکنه. این پسر خیلی تر و فرزه. خیس بودنشون باعث میشه که اکثرشون روی مانع سر بخورن و زمین بیافتن. اما این وسط یه نفر خیلی مسلط از این مانع عبور کرد.
اولی افتاده. برو ماشاءالله. عجب آمادگی داره این سهراب. دوباره داره گروه قبلی رو رد میکنه و جلو میزنه. من 24 ماه خدمت کردم تو ارتش، موانع زیادی رفتم، ولی این موانع اصلا خیلی فرق داره، خیلی حرفه‌ایه، سطح بالاست. کارمند بانکم، بعد تو این مسابقه رو از تلویزیون دیدم، بعد رفتم تو اینترنت پیگیر شدم، بعد دوست داشتم شرکت کردم. استان لرستان خدمت هستم. ماشاءالله ماشاءالله. عالی بود. عالی. آفرین. واقعا با این بدن آماده بیشتر باید محافظ بانک باشی تا کارمند پشت باجی. مرحله رو رد کردیم. خب باید چند تا هم وارفیکس هست. خواستیم آمادگیمون رو نشون بدیم. بعد از موانع اولیه نوبت به عبور از مرحله اعتماد به نفس میرسه. این مانع برای دوره‌های نظامی بعد از چند ماه آموزش استفاده میشه، چون کوچکترین اشتباهی میتونه باعث مصدومیت جدی افراد بشه. اما اونایی که تصمیمشون برای رسیدن به جزیره فارور جدیه باید به ترسشون غلبه کنن و از این مرحله هم بگذرن. همونطور که میبینید نه خبری از طناب حمایت هست نه تشک محافظ. برای همینم اگه میخوان صدای استخوناشون رو نشنون باید حسابی مراقب خودشون باشه. برو بالا، اشکال نداره برو ماشاءالله. این پسر جوان مشهدی که حسابی هم مراقب به هم نریختن تیپشه سجاده، یکی از کسایی که واسه شرکت تو این آزمون از چند ماه قبل تمرین کرده و الان هم خیلی آماده است. سجاد انگار ترسیده اما به روی خودش نمیاره تا هر جوری که هست این مرحله رو هم بگذرونه و تموم شه. من فکر می‌کنم تا لب پریدن رو خوب اومدم، ولی اونجا هم چون دستم باند پیچی بود باند باز شد، دستم سر خورد. آماده؟ برو فار یا حسین. اصلا نمیشه فکرش کرد که اگه این تور نبود چه بلایی سر سجاد میومد. فکر کنم اگه باند نبود خیلی بهتر از همه میتونستم برم. بخش بعدی قایق سواری تو دریاچه است. چادر که حفظ شد از همینجا پاروتو بدون چیکار ما حرکت کن. این قایق‌های پارویی که بهشون میگن کانو برای تازه‌کارا یه دردسر بزرگ دارن، چون اگه قایق را نتونه تعادلش حفظ کنه و نظم پارو زدنش به هم بخوره قایق برمیگرده و دیگه هم به این راحتی‌ها نمیشه سوارش شد. برای همین هم است که خیلی‌ها تو همین دریاچه از ادامه مسابقه حذف میشن. میخوای بیای کمک؟ سجاد توی کانو خیلی خوب خودشو نشون داد. اگه شناشم به همین خوبی باشه حتما انتخاب میشه. فکر نمی‌کردم اینقدر خوب برم، ولی خب واقعا خوب رفتم. سرعتم، دقتم، نیافتادم تو آب. همونجوری که قولشو داده بودم. شنام که باید بهتر کنم. آره. راضی بودم ازش دیگه، ولی خب تمام جونمو گذاشتن دیگه. الان همه دو قلوها، چهار سرها، پشتون همه گرفته. این صمیمیتی که سجاد با عضلاتش داره به خاطر اون همه ساعتیه که تو باشگاه بدنسازی با وزنه‌ها میگذرونه. بهش میخورد راحت باشه، ولی سخت بود تقریبا. صبح 2 داشتیم و موانع دیگه جنومونو گرفته بود یه خورده. چطور بود؟ رستمی چطور بود؟ عالی. اینم از سهراب. جناب آقای سید سهراب رستمی تشریف بیارن برای
عالیه عالیه. بازوبندهای فرمانده دارن یکی یکی دور بازوها میچسبند و نفرات برای مرحله بعد انتخاب میشن. این هم از سری جدید نفراتی که خودشونو برای انجام آزمون انتخابی به اردوگاه رسوندن. هنوز چند تایی بازوبند دست دستیارا مونده که میخوان اونا رو تو مرداب خرج کنن. اینجا دیگه آخرین فرصت برای اضافه شدن به گروه برگزیده هاست. اونا باید در سریعترین زمان ممکن از این مرداب با همه جک جونورای داخلش بگذرن و خودشونو به آخر خط برسونن. بعد از یه روز سخت با این بدنای خسته فقط یه انگیزه است که میتونه اونا رو تو این مرداب جلو ببره: اضافه شدن به مسافرای جزیره فارو. خیلی سخت بود این، واقعا دیگه اوج فشار این آیتم بهمون بود. دیگه خبری از اون سرعت و شتابی که موقع شروع داشتن نیست. مرداب رمق همشونه گرفته و فقط اونایی که استقامت دارن میتونن تا ته خط برن. مهدی اما انگار خوب تونسته انرژیشو تقسیم کنه و برای همینم آخر خط از همه جلو میزنه. بچه ذره آماتور عمل کردن، خیلی مورد درست سریع انجام دادن. میدونستم پاهاشو میگیره چون آب 4 برابر اون خشکی فشار وارد میکنه. آخرین بازوبندها داره بسته میشه و جمع 30 نفر انتخابی برای مرحله بعد داره کامل و کاملتر میشه. اما این پایان کار نیست، چون اونا هنوز تا گرفتن مجوز ورود به جزیره فاصله دارن و باید یه مرحله خیلی دشوارم بگذرون. مرحله‌ای که توش قرار از این 30 نفر 10 نفر مهر تایید فرمانده رو بگیرن. آب حتی نچشیدم، فقط علی بردار بریم. تنابشو بگیر. آقا بشینید لطفا بشینید. ماشاءالله. باریکلا دقت، سر بالا، باریکلا.